پروردگار میگوید شما در جنت ای بنده های خدا مخلد در جنت میمانید، ابدی در جنت میمانید. مقصد دیگر در جنت حدیثی که بیهقی روایت میکند اذا صار اهل الجنة الى الجنة و اهل النار الى النار جیء بالموت. ببینید حبیب خدا میگوید وقتی که اهل جنت می درآید، وقتی که اهل نار، اهل آتش، اهل دوزخ می درآید، جیء بالموت، مرگ می آرند حتی یجعل بین الجنة و النار. پیغمبر خدا گفت مرگ می آرند، همون مرگی که در دنیا به سراغ ما و شما آمد. بعضی روایت ها میگن همین مرگ به صورت کشتار می آرند بین دوزخ و بین جنت قرار می دهند. در حدیث بخاری، حدیث ترمذی است، می آید که وقتی که اینا به صورت مرگ به صورت خودش می آرند، بعدا دوزخی ها را و بهشتی ها را می پرسند هل تعرفون هذا؟ همین شناختین این چیز؟ جنتی ها، دوزخی ها وقتی در دنیا که به سراغ ما این مرگ آمده بود، ما ویا که دیده بودیم از او می ترسیدیم ویا شناختیم. قلنا نعم، گفتیم بله پروردگار ما اینا شناختیم، هذا الموت، این مرگ است، این همون مرگ است که در دنیا آمد حیات ما را قطع کرد، همین مرگ هست که ما را فرصت نداد که با زن و فرزند خود پناه به خدا کنیم، این همون مرگ است، ما شناختیم. وقتی این صدا که از جنتی ها و از دوزخی ها که می آمده است، فیصبح، پروردگار امر میکرده است مرگ را ضبط کنید، همون گویم صورت کشتاری که هست، همین مرگ پروردگار ضبط میکند، مرگ نابود میکند. بعد چی میگوید؟ فیقول یا اهل النار یا اهل الجنه، ای اهل جنت، خلود لا موت، اکنون مخلد در جنت مانید، زیرا مرگ پروردگار نابود کرد، مرگ پروردگار کشت، دیگر به سوی شما مرگ سراغ نمی آید، شما مخلدی در جنت میمانید. ببینید اهل جنت وقتی اینو میبینند، این صدا را که میشنوند، لا یزداد فرحا الی فرحه، خرسندیشان بالای خرسندی میشود، زیرا یگانه چیزی که حیات آدم تلخ میسازد این مرگ است، همون تلخی را پروردگار از بالای بندگانش دور میکند. پس به سوی دوزخ میگوید ای اهل دوزخ، خلود لا موت، دیگر شما مرگ ندارید، شما مخلدی در دوزخ میمانید. پس برای دوزخی ها چی میشود؟ برای جنتی ها که خرسندی بالای خرسندی شد، حزنهم الی حزن، غم بالای غم اونا را فرا میگیرد که اکنون ما دیگر در دوزخ ابدی عذاب میکشیم، ابدی اینجا خدا ما را جا کرده است. ما در سوره ملک وقتی در قبرستان ها که مرده ها ما نمیگذاریم، بالای قبرها در همین سوره تبارک وقتی میخوانیم، در همین سوره ملک، سوره تبارک که بسیارتر ما و شما تبارک میگویم، اصلش سوره ملک است، وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. پروردگار میگوید از برای آن کسانی که در دنیا کافر شدند، پروردگار باشیشگاه اونها را در دوزخ آماده کرد. یعنی کسی در دنیا که اگر به پروردگار ایمان نآورد، پروردگار ناسپاسی کرد، اطاعت خدا و رسول همچون مسخره، همچون خنده برای خود قبول کرد، پروردگار گفت برای شما هم باشیشگاهی هست که نام او دوزخ است.